من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب العالمین می فرماید فلما وضعتها، وقتی که وضع کرد آن را، وضعتها ای الحبله، حمل را، یا النفس، اون نفسی که در شکم بود، بعداً دید عجب این دختره. قالت رب اینی وضعتها انثی، گفت پروردگارا من که وضع حمل کردم دختری، انثی، دختری، باز هم دختر را برای تو وقف می کنم. و اینی سمیتها مریم، این قول بی بی حناست، من این را نامگذاری کردم به مریم. مریم هم مفسران میگویند در زبان سریانی یا عبرانی معنیش از عابدت الله، یعنی کسی که خدا را عبادت میکند، عابدت الله، عبادت کننده الله. پس اون نیتی که برای عبادت داشت همون نام را بر این هم گذاشت. و اینی اعیذها، در پناه خدا هم قرارش میده. و اینی اعیذها بک و ذریتها، من پناه میدهم این را و ذریه این را من الشیطان الرجیم، یعنی به پناه تو، اعیذها بک، به پناه تو قرار میدهم، من الشیطان الرجیم، از شیطان رانده شده، شیطانی که رانده شده از درگاهت و در به در برای گروه میگردد افرادش را بیشتر بکند. الله تعالی می فرماید وقتی که ولیس الذکر کالانثی والله اعلم بما وضعت، این را نگفتم، والله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، این جمله معترضه بود، این جمله معترضه است. سخن امرأت عمران تا اینجا هست، رب اینی وضعتها انثی، و بعد ادامه سخنش و اینی سمیتها مریم. در وسط جمله معترضه از جانب الله است. الله می فرماید والله اعلم بما وضعت، او می گفت که این دختره، خب خدا بهتر می دانست. اما الله می فرماید ولیس الذکر کالانثی، پسر نیست مثل این دختر. این مطلقاً پسر را، برتری پسر را نفی نمی کند، بلکه اینجا الف لام عهدی هست. اون پسری که او میخواست مثل این دختری که من بهش دادم نیست. اون پسر که او میخواست عبادت خدا میکرد فقط، اما این دختری که من بهش دادم، از این دختر پیغمبری که انسانها را، امتی را نجات میده من پیدا میکنم. لذا الله میفرماید ولیس الذکر کالانثی، اون ذکر، اون مذکر، اون پسر بچه که امرأت عمران در نیت داشت نیست مثل این انثایی که من به او دادم. به هر حال این دختر را
در پناه خدا قرار داد از شیطان الرجیم. لذا شیطان هرگز نتوانست که به طرف مریم بیاد و مسلط بشه و فرزندی که از مریم متولد شد عیسی علیه السلام، شیطان نتوانست اونجا نزعش را وارد بکند. هر بچه که پیدا میشه یک فریادی میزند، در حدیث میاد که این نزع شیطان است و ضرب شیطان هست که تأثیرش را میخواد بذاره، ضربهش را میخواد بزنه، ولی انبیاء را خداوند محفوظ کرده و عیسی علیه السلام هم محفوظ شد. الله میفرماید فتقبلها ربها بقبول حسن، پس پذیرفت آن را الله رب او. پایین تقبلها بنویس لاخلاص امها، به خاطر اخلاص مادر اگر اخلاص داشته باشد معجزه می آفریند در تربیت فرزند. شب و روز همش غمش، فکرش، ذکرش، دعایش، گریهش برای فرزند باشه. زحمت میشه، اذیت میشه، ولی آخر نتیجه میگیرد. فتقبلها ربها بقبول حسن، قبول کرد آن را ربش با قبولیت زیبا. و انبتها نباتا حسنا، و رویاند رشد داد آن مریم را، رشد دادن زیبایی، خوب رشدش داد. انبتها نباتا حسنا، تفسیر بحر المحیط نوشته آقای بیدل که عبارت عن حسن النشاط والجوده، این عبارت است از حسن نشاط، بسیار خوب رشد می کرد، و زیبایی فی خلق و خلق، هم خلقش بسیار زیبا یعنی رشد جسمیش و هم اخلاقش. فانشأها علی الطاعة والعباده، پس ببین رشد هم در خلق و هم در خلق، یعنی از نظر جسمی هم رشد کرد، بزرگ شد، از نظر خلق یعنی از نظر عبادت انسانی مطیع، عبادت گزار. فانشأها، الله او را رشد داد، بزرگ کرد بر طاعت و عبادت. چگونه بر طاعت و عبادت؟ این هم به بیت المقدس تحویل دادند. فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا. ببینید در بیت المقدس دختر نمیپذیرفتند، مفسران نوشتند، اما این استثناء خداوند به دلشون داد، چون پدرش عمران واقعا کسی بود که همه حسرت میخوردن بر وفات او. با جناق حضرت زکریا بود، هم داماد حضرت زکریا بود، مادر مریم و همسر زکریا علیه السلام خواهر بودند. به هر حال اینها پذیرفتند استثناء این دختر را. دختر عمران بود، دختر معمولی نبود. بعد از این که پذیرفتند، هر یکی از کسانی که در بیت المقدس خادم بود داوطلب شد که مریم را، حضانت مریم را، پرورش مریم را، تربیت دینی مریم را او به عهده بگیرد. اختلاف پیدا شد. آخر گفتند که قرعه کشی میکنیم. خداوند به اونها وحی کرد یا الهام کرد قرعه کشی بکنند. قرعه کشی کردند. قرعه کشی به این صورت که قلمهای خودشون را گفتند در نهر و در جو بیندازیم که نهر اونها را میبرد، اما قلم کسی که به مخالفت، به جانب مخالف جوی رفت، اون برد کرده، اون مریم را کفالت میکند. لذا قرعه زکریا در آمد. استحقاق این کار را هم زکریا داشت، چون خالهش پیش زکریا بود. لذا الله می فرماید و کفلها زکریا، کفالت اون را، تربیت اون را به عهده گرفت زکریا. کلما دخل علیها زکریا المحراب، هرگاه داخل می شد بر او زکریا در محراب،
محراب میگویند خلوت خانه، خلوتگاه، جایی که اونجا انسان خلوت بکنه برای عبادت خدا. یه خانه مجزایی برای عبادت مریم اختصاص دادند که اونجا شب و روز عبادت کند. هر وقت میرفت میدید که عجب میوه های اینجا هست، رزق اینجا هست. وجد عندها رزقا، میافت نزد مریم رزق میافت. قال یا مریم، گفت ای مریم انا لک هذا، از کجا برای تو این رزق؟ قالت هو من عند الله، گفت این رزق از جانب الله. ان الله یرزق من یشاء، به درستی که الله عزوجل میدهد به هر کسی بغیر حساب، بدون حساب. ببینید مفسران اینجا نوشتن بدون حساب یعنی بیشمار، اما شاه عبدالقادر رحمه الله در تفسیرش تفسیر و ترجمه جالبی کرده. بغیر حساب نوشته بغیر قیاس. بغیر حساب یعنی چی؟ بغیر قیاس. بقیه از روی قیاس هر کس میتونه تو خونهش رزق داشته باشه. قیاس همینه که انسان فکر میکنه، قیاس میکنه که آقا رفته کار کرده، زحمت کشیده، پول در آورده، با پول رزق گرفته آورده تو خونش، این با قیاس است. اما این هیچ یک از این اسباب نبود، بغیر قیاس رزق میدهد الله تعالی به هر کسی که بخواد، چنانچه به مریم داد. خب در خانه مریم چی بود؟ روایات زیادی داریم مبنی بر این که میوه زمستان در تابستان جلوی مریم گذاشته شده بود، میوه تابستان در زمستان و زمستان در تابستان، بالعکس. یعنی میوه این فصل نبود مال فصل گذشته. الان چرا؟ تواترت الروایات به، روایات متواتر هستند ان زکریا کان یجد عندها فاکهة الشتاء، زکریا نزد ایشون چی میافت؟ فاکهة الشتاء فی الصیف، میوه زمستان را در تابستان، و فاکهة الصیف فی الشتاء، و فاکهه تابستان را در زمستان. تفسیر کبیر. لذا گفت که ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خداوند میدهد هر کسی را که بخواد رزق میده بغیر حساب. هنالک دعا زکریا. پس ببین این اولا مسئله ولادت مریم، ولادت مریم که از مادر متولد شد، بعدا مسئله رزق که اونها میگفتن این دلیل معجزه و دلیل قدرت و تصرف، خود مریم میگه خدا میدهد. انا لک هذا قالت هو من عند الله. پس از جانب خود مریم نبود، من عند الله بود. شما هم همون خدایی که به مریم داد، شما مسیحیان همون رو بخوانید، از او بخواهید، از مریم نخواهید. خب یکی دیگر از شبهاتی که شما قبلا خواندید، 5 تا شبهه بودند، اینه که زکریا چطور در این سن صاحب فرزند شو؟ معلوم میشه که زکریا هم اختیارات داشت، هر وقت بخواهد چیزی برایش میسر میشه. الله تعالی واقعه فرزند زکریا را میگه. زکریا وقتی که اینجا دید که بدون موسم خداوند میوه میده، دریافت، به این نتیجه رسید که به من هم بدون موسم و بدون آن و زمان خدا چی میده؟ اولاد میده. هنالک دعا زکریا ربه، در اینجا فریاد زد. مسلک الانبیاء فی مسئله الدعاء، در اینجا فریاد زد زکریا، خاص زکریا دعا کرد از ربش. قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبه، گفت بار الها ببخشای بر من، من لدنک از جانب خودت، ذریة طیبه اولاد پاکیزه، انک سمیع الدعاء، بدرستی که تو شنونده دعا هستی، تو دعاها را میشنوی. فنادته الملائکه، اجابت الهیه. الله می فرماید
ملائکه او را ندا کردند، او را صدا زدند و هو قائم یصلی فی المحراب، در حالی که زکریا ایستاده بود و نماز میخواند در محراب، در مسجد یا در همون عبادتگاه. چی گفتن؟ ان الله یبشرک بیحیی، بی اولادان ناامید نباشند، خداوند هر وقتی که بخواهد میدهد. ان الله یبشرک بیحیی، بدرستی که الله تو را مژده داد، مژده میدهد بیحیی. یحیی را خداوند نامش را در آسمان گذاشت. مصدقا بکلمت، یحیی که تصدیق میکند بکلمت من الله، کلمه ای را که از جانب الله است، یعنی عیسی را. عیسی کلمت الله است. چرا به عیسی میگن کلمت الله؟ چون با کلمه کن پیدا شد. با کلمه چی؟ کن پیدا شد. خدا فرمود کن فیکون. پس الله تصدیق میکند یحیی را، الله یحیی را پیدا میکند که یحیی تصدیق کننده کلمت الله است، یعنی عیسی علیه السلام هست. بله، من الله، اون کلمه از جانب الله است. و همچنین این یحیی سیداً آغاست، سید آغاست، خلقی او را تبعیت میکنند، خدا بهش عزت و سیادت میده. و حصورا، و حصور هست. حصور اون را میگن که از زنها خودش را چی بکند؟ دور بکنه، یعنی ازدواج نکند، حصر بشه، مجرد. منظورش اینه که قبل از اینکه به ازدواج برسد این به پیش خدا میره، در دنیا ازدواجی نصیبش نمیشه. و نبیا، و پیغمبری هست من الصالحین. الصالحین گفتیم که صالحین در انبیا یک درجه خاص هست که از بقیه انبیا تفاوت دارد. برای ابراهیم هم استفاده شد، برای مریم هم استفاده شد، برای بعضی دیگر از انبیا هم استفاده میشه. خب اینجا مراد از کلمه چی هست؟ مراد از کلمه که مصدقا بکلمتین، عیسی را تصدیق میکند، یعنی در دعوت عیسی نائب عیسی هست. به مردم میگوید که عیسی هر چی که از جانب خدا میگوید راست میگوید، تورات انجیل کتاب خدا هست و غیره. بعضی گفتن تصدیق کننده به این معنی که یهود العیاذ بالله تهمت زدند عیسی را، یهود تهمت به حرامیت زدند. حضرت یحیی تصدیق و تایید میکند که نه، این کلمت الله هست، این با کلمه الله به وجود آمده. اون نسبتی و این تهمت ناروایی که شما دارید اون غلطه، اون اشتباه هست. این کلمت الله هست، با کلمه الله چی شده؟ به وجود آمده. ببینید عبارت آلوسی، والمراد بالکلمت عیسی، مراد از کلمه چی هست؟ عیسی است. و هو المروی عن ابن عباس، از ابن عباس همین روایت است. و مجاهد و قتاده و علیه اجلة المفسرین، مفسران بزرگ بر همینند. و انما سمی عیسی بذالک، عیسی را کلمت میگویند چرا؟ لانه وجد بکلمت کن، با کلمه کن پیدا شد، بدون سبب، من دون توسط سبب عادی، من دون توسط سبب عادی. سبب عادی بقیه انسان ها چیه؟ پدر است، بدون پدر پیدا شد، توسط سبب عادی نبود. روح المانی. خب مصدقا گفتیم یحیی تصدیق کننده است. و ارید بهذا التصدیق الایمان، مراد از این تصدیق چیه؟ ایمان هست. و هو اول من آمن بعیسی، یحیی اولین کسی است که به عیسی ایمان می آورد. و صدق انه کلمت الله و روح منه فی المشهور، تصدیق می کند که این کلمه الله است و روحی از جانب الله است، بنابر قول مشهور، اینم روح المانی.
پس به این معنا یحیی چی است؟ مصدق است، سید است، آقا هست، مرجع هست و حسورا یعنی نکاح نمی کند بدون نکاح و نبی من الصالحین. خب وقتی که به زکریا بشارت دادن چنین فرزندی با این اوصاف، زکریا الان چیکار میکند؟ از خدا تعیین کیفیت میکنه. خدایا با چه کیفیتی؟ دستور میده برم زن دیگه بگیرم یا جوان میشم زنم جوان میشه یا به همین حالت؟ این تعیین کیفیت است. قال رب انا یکون لی غلام، گفت پروردگارا چگونه می باشد برای من پسری. انا بمعنی کیف یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، در حالی که مرا پیری گرفته، پیری رسیده. بلغنی الکبر و امرأتی عاقر، و زن من همسر من عاقر هست یعنی نازا هست. عاقر یعنی چه؟ نازا هست، عقیم هست. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، الله فرمود همین گونه الله انجام میدهد آنچه که بخواد. كذلك تعیین کیفیت است. كذلك به همین صورت، نه تو تغییر میکنی نه زن نازا تغییر میکند، نه اینکه دوای میگیم بخوره. كذلك همینطور الله یفعل ما یشاء، این علت است. الله آنچه که بخواهد او مختار کل است انجام میده. قال رب اجعل لی آیه، این مطالبه حضرت زکریا، عجله دارد پیرمرد. قال رب اجعل لی آیه، بار اله برای من آیه، برای من نشانی قرار بده. رب العالمین گفت اجابت الهیه. قال آیتک الا تکلم الناس، نشانی تو این هست که تو کلام نمی کنی با مردم 3 ایام 3 روز، الا رمزا، مگر با رمز با اشاره، تا 3 روز قادر نخواهی بود. اما الله می فرماید وقتی که تو نتوانستی صحبت بکنی، ببین از ذکر هم باز نیایی، ذکر خدا بکن به کثرت. واذکر ربک کثیرا، ربت را زیاد یاد کن. هر چی که انسان این رب مهربان را یاد کند کمه، ربی که در این سن هم فرزند میده. واذکر ربک، ربت را در دل یاد کن. ای لا تحبس لسانک عنه، زبان را حبس نکن، بند نکن از یاد الله. واذکر ربک کثیرا، ربت را زیاد یاد کن. وسبح بالعشی والابکار، و با زبان تسبیح رب را بگو. بالعشی والابکار، صبح و شام. سبح بنویسی با زبان، واذکر بنویس در دل. در دل الله را یاد کن، با زبان الله را یاد کن. صبح و شام بنویس دواما یا دائما، همیشه الله را تسبیح بگو. لذا الله عزوجل به این صورت به زکریا بنده خودش، پیغمبر خودش فرزند داد. نه اینکه زکریا مدبر، متصرف، مختار کل، نه، نیست. از الله خواست، خاشعانه، عاجزانه الله بهش داد. خب اکنون از اینجا دیگه نفی الوهیت، نفی تصرف از زکریا ثابت شد. اما اکنون نفی الوهیت مریم و فرزندش. اول نفی الوهیت مریم که در بیت المقدس بود، او خدا را رکوع میکرد، سجده میکرد، برای خدا پرستش میکرد، عبادت میکرد. این که عابد باشه چطور میتونه معبود بشه؟ عبادت و معبودیت، عابد بودن و معبود بودن دو مقوله چی هستن؟ متضاد هستن. اونی که عابد معبود نمیتونه باشه دیگه. پس با عبادت مریم خداوند نفی چی میکند؟ معبودیت از او میکند. الله میفرماید
بنویسید نفی الوهیت بی بی مریم و فضائل مریم علیها السلام. و اذ قالت الملائکة، زمانی که گفتن ملائکه یا مریم ان الله اصطفاک، ای مریم به درستی که الله تو را برگزیده، و طهرک و تو را پاک آفریده، پاک قرار داده. این دو فضیلت، فضیلت اول برگزیده شدن و فضیلت دوم پاکی مریم، و فضیلت سوم واصطفاک علی نساء العالمین، تو را برگزیده بر زنان عالمیان، بر زنان جهانیان. ای عالمی زمانهم، بر زنانی که در زمان مریم بودن، بر اونها افضل هست، برتر هست، بهتر هست. توجه بفرمایید، این که گفتیم علی عالمی زمانهم، اعتقاد و باور ما این هست که مریم علیه السلام از ام المؤمنین عایشه، از ام المؤمنین خدیجه، از فاطمه الزهرا، از اینها افضلتر نیست، از اینها برتر نیست. از زنهای عالم خودش و زمان خودش مریم چی بود؟ برتر بود. لذا الله می فرماید واصطفاک علی نساء العالمین یا مریم اقنتی لربک. فریضه مریم، ببین این عابد است، عابده هست نه معبوده. یا مریم اقنتی لربک، ای مریم تابع ربت باش، مطیع ربت باش. فریضه اول تابع باش. واسجدی، و سجده بکن لربک، برای ربت. ورکعی، رکوع بکن برای ربت. ورکعی مع الراکعین، همراه جماعت، همراه بقیه رکوع کنندگان. یعنی تو با بقیه عابدین هیچ تفاوتی نداری، همونطور که اونها عبادت میکنن تو هم عبادت کن. خب پس مریم عابده شد نه معبوده. کسی که عبادت بکند نمیتونه عبادت بشه. اکنون خداوند عزوجل جمله معترضه برای صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میفرماید. ببینید چه اخبار دقیقی، چه جزئیاتی از ولادت مریم، از ولادت زکریا، چه ببخشی یحیی ابن زکریا، میوه های مریم، دعای زکریا، عبادت زکریا، 3 روز حبس و بند شدن زبان زکریا و تکلم زکریا با الله. اینها را، این جزئیات را، یا غرکشی که زکریا انجام داد به خاطر کفالت مریم، اینها را از کجا میداند کسی که نه به مکتب رفته، نه درسی خوانده، نه کتابی باز کرده، نه یک خط خواندن بلد است؟ به غیر از وحی الهی چیزی دیگه نمیتواند باشد. پس این چیه؟ جمله معترضه بنویسید برای صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم. بله، الله می فرماید ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این از اخبار غیب هست که نوحیه الیک، ما وحی میکنیم آن را بسویت ای محمد رسول الله. و ما کنت لدیهم، نفی علم غیب هم هست از رسول الله، تو حاضر و ناظر اونجا نبودی. و ما کنت لدیهم، نبودی تو پیش آنها، اذ یلقون اقلامهم، زمانی که آنها اقلامشان را می انداختند، قلم را انداختند در جوی. برای چی؟ ایهم یکفل مریم، چه کسی از آنها کفیل مریم بشه، چه کسی حضانت مریم را به عهده بگیره. و ما کنت لدیهم اذ یختصمون، این دلیل اول نفی علم غیب بود. و دلیل دوم و ما کنت لدیهم،
نبودی ای محمد رسول الله تو نزد آنان اذ یختصمون زمانی که آنها با هم بحث میکردن. بنویسی قبل از قرعه، قبل از قرعه کشی بحث کردن. اون گفت من احقم، اون گفت من نگهش میدارم، اون گفت من بهتر نگهداری میکنم. لذا اینا را از کجا آوردی؟ اینا وحی الهی هستند، اینا دلیلا بر اینکه تو رسول خدا هستی، تو فرستاده الله هستی. اذ قالت الملائکه، شبهه دیگری اونها پاسخ داده میشه. شما میگید که عیسی فرزند خداست، الله تعالی اثبات میکند که عیسی فرزند مریم است، از مریم متولد شد. اذ قالت الملائکه یا مریم، این تتمه کلام ملائکه است. اول گفتن که اسجدوا اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. ادامه سخن ملائکه اینجا وسط، در وسط چی آمد؟ بحث رسول الله آمد، صداقت رسول الله. اذ قالت الملائکه، زمانی که گفتم ملائکه یا مریم ان الله یبشرک، مقوله ملائکه ای مریم بدرستی که الله تو را بشارت میده، تو را مژده میده، بکلمت منه، با کلمه ای که از جانب الله است، کلمه ای که الله با کلمه کن او را درست میکند. اسمه المسیح عیسی ابن مریم، نام او مسیح است. مسیح بخاطر اینکه هر جا که مسح میکند معجزه ظاهر میشه. عیسی ابن مریم، فضائل عیسی، عیسی ابن مریم هست، عیسی ابن الله نه، عیسی ابن مریم هست. وجیها، فضیلت اول، وجیها فی الدنیا، دارای وجاهت است، ارزشمند است در دنیا و در آخرت، هم در دنیا ارزشمند هم در آخرت ارزشمند. و من المقربین، فضیلت اول وجیها فی الدنیا، فضیلت دوم وجیها فی الاخره، فضیلت سوم و من المقربین، از مقربان خاص الله است، از مقربان خاص الله عز وجل است. و یکلم الناس فی المهد و کهلا، الله می فرماید که کلام می کند، سخن می گوید با مردم، فی المهد در گهواره، و کهلا در پیری، و من الصالحین، الصالحین هست پیغمبران صالح. اینجا این آیه را توجه بفرمایید، چند تا فضیلت خدا بیان فرمود. اولا وجیها فی الدنیا، دوم فی الاخره، سوم من المقربین، چهارم بنویس و یکلم الناس، پنجم بنویس من الصالحین، الصالحین است، با مردم در گهواره صحبت میکنه. واقعا کسی طفل باشد، رضیع باشد، شیرخوار باشد، تو گهواره صحبت بکنه، این معجزه هست. اما و کهلا، در پیری صحبت کردن، این چه کمالی است؟ همه پیرمردان بزرگوار صحبت میکنند، این چه کرامتیه، این چه معجزه‌ای هست. متوجه شدید؟ این اشاره به یک نکته هست، نکته بسیار ظریف. علماء استنباط کردند، خداوند بهترین رحمتها را به این مفسران که قرآن را اینطور به ما فهماندند و نکته نکته را در آوردند بباراند و رحمتشون بفرماید. ببینید، اولا مقدمتا خدمت شما عرض کنم که ما عقیده من این هست که ما معتقدیم عیسی علیه السلام زنده زنده، روح مع الجسد، به آسمان ها برده شد و از آسمان ها به قرب قیامت چی می کند؟ عیسی نزول می کند. یکی از علائم قیامت هست. دجال را از بین می برد. احادیث زیاد و متواتری در این رابطه هم داریم. اما در قرآن مجید اینجا اشاره هست، اونجا صراحت است.
خیلی ها هستند از مسلمان ها، بعضی ها هستند حتی از مفسران، خیلی البته کم، مفسرین اهل تجدد، مفسرین جدید که انکار می کنند عروج عیسی را و رفتن عیسی را به آسمان ها. بسیاری از افراد دانشمندان معاصر، کسانی که شما هم میشناسید، تو سخنرانی هایشون هست، به طور کلی انکار میکنه، میگه در قرآن چنین چیزی نیست. خب ببینید عیسی علیه السلام وقتی که به طرف آسمان ها رفتند سنش 33 سال بود. همه مفسران نوشتند سن عیسی چقدر بود؟ 33 سال. 33 سال سن پیری هست یا جوانیه؟ عنفوان شباب است، عین جوانی هست. جوانی میگن از 20 سال تا 40 سال، درسته؟ خب عیسی علیه السلام پس پیر نشد و کهلا در پیری صحبت میکنه. این معجزه هست. عیسی علیه السلام از آسمان بر میگرده، زمین میاد، اونطوری که در حدیث آمده 40 سال عمر میکند روی زمین، دین خدا و شریعت خدا را اجرا و نافذ میکند، بر شریعت محمدی علی صاحبها الفتحیه عمل میکند، حکومت عدل تشکیل میدهد، بعداً تشریف میبرد. پس پیر میشه. کهلا الان متوجه شده اشاره به چی هست؟ به این که عیسی علیه السلام بر میگردد روی زمین و پیر میشه. ببینید من عبارتی میخوانم، اولا 2 تا عبارت، یک استنباط دیگه هم هست. پس این استنباط بر علیه کسانی هست که عروج عیسی را بر روح مع الجسد انکار میکنند. میفرماید هم روح المعانی هست، امام رازی تفسیر کبیر هست، میگه و علی ما ذکر فی سن الکهوله، آنچه که در سن کهولت کهلا در قرآن آمده، یراد بتکلیمه، کهلا این اراده میشه با تکلیم و کلام عیسی در پیری، تکلیمه لهم کذالک، یعنی کلام گفتن عیسی با مردم همچنین، بعد نزوله من السماء، یعنی بعد از اینکه از آسمان میاد هم صحبت میکنه، و بلوغه ذالک السن، و به اون سن برسد صحبت میکند، یعنی به اون سن میرسد. بناء علی ما ذهب الیه، این نظر کی هست از مفسران؟ میگه بنابر آنچه که این نظر را گرفتند و این نظر را اختیار کردند تابعی بزرگوار سعید بن المسیب و زید بن اسلم و غیرهم، این بزرگان مفسران و غیر اینها غیرهما، انه علیه السلام رفع الى السماء، نظر اینها این است که عیسی علیه السلام به آسمان برده شد و هو ابن 33 سنه، 33 سال بود، و انه سینزل الى الارض، ان قریب به زمین فرود می آید، و یبقى حیا فیها 24 سنه، ایشون نظرشون 24 سال دیگه است، اما در روایت دیگه 40 سال است. و یبقى حیا فیها، و زنده میماند در زمین 24 سنه، 24 سال دیگر، کما رواه ابن جریر بسنده صحیح، ابن جریر با سند صحیح این را روایت کرده، روح المعانی و کبیر. خب پس این یک استدلال از کهلن، این یک استدلال از چی؟ از کهلن. استدلال دوم، اینجا که عیسی را گفته فی المهد و کهلن، از اینجا از این جمله و از این آیه شریفه مسیحیان رد می شوند. چطور رد می شوند؟ رد نصارا هست، به دلیل اینکه عیسی که تغییر را می پذیرد،
تغییر احوال را میپذیرد. یک روزی بچه هست، یک روزی دیگه میشه جوان، یک روزی دیگه میشه پیر. اینی که حالات مختلف بر انسان می آید، این دلیل احتیاج هست، دلیل نیاز هست. بچه هست هم نیازمند پدر و مادر است، پیر میشه هم نیازمند عصا و فرزند هست. پس المراد منه بیان کونه، این عبارت دوم، این استدلال بر علیه مسیحیان. مراد از آن این که بیان کونه منقلبا فی الاحوال، عیسی در احوال منقلب میشه. من الصبا الى الکهولت، از بچگی به پیری. و التغیر علی الاله تعالی محال. ببینید اله محال است که متغیر بشه، خدا همیشه به یک حال میماند، همونه که همیشه به یک حال بماند. پس و التغیر علی الاله تعالی محال. والمراد منه علی وفد نجران، پس مراد از این جمله رد وفد نجران هست. والمراد منه علی وفد نجران فی قولهم ان عیسی کان الها، در سخنشان فی قولهم ان عیسی کان اله. پس والمراد منه، مراد از این چی است؟ رد هست علی وفد نجران فی قولهم ان عیسی کان الها. تفسیر کبیر. پس الله تعالی میفرماید این عیسی که هم در گهواره صحبت میکنه، هم پیری، یعنی پیر میشه، جوان هست، بزرگ میشه، تغییر میاد، این اله نمیتونه باشه. و یکلم الناس فی المهد و کهلا، و سخن میگوید با مردم فی المهد در گهواره، و کهلا در پیری، و من الصالحین، الصالحین هست. قالت رب انا یکون لی ولد، مریم تعجب میکند، سوال میکند. سوال مریم هم برای تعیین کیفیت. من که وقف شدم برای بیت المقدس، آیا منظور خدا اینه که من باید ازدواج کنم؟ قالت رب انا یکون لی ولد، میگوید بار اله پروردگارا به چه کیفیتی برای من ولدی پیدا میشه؟ ولم یمسسنی بشر، در حالی که هیچ بشری مرا دست نزده، نزدیک من نیامده. قال کذالک الله، جواب الهی کذالک الله، همچنین ای مریم، همچنین الله یخلق ما یشاء، آنچه که بخواهد خلق میکند. چون دستور و قانون الله اینه اذا قضا امرا، هرگاه که فیصله بکند، فیصله امری، فانما یقول له کن، جز این نیست که به او میگه باش، به وجود بیا، فیکون، میشه، به وجود میاد. و یعلمه الکتاب والحکمت، الله به این عیسی، به این فرزند تعلیم میدهد کتاب و حکمت را، قرآن و حدیث را. کتاب و حکمت، قرآن و حدیث. ببینید منظور از کتاب تورات نیست، انجیل نیست، چون ذکر تورات و انجیل میاد. پس این هم اشاره دوم که عیسی به هر حال یک زمانی میرسه که میاد قرآن را یاد میگیرد، حدیث رسول الله را، و بر اونها عمل میکند. و یعلمه الکتاب والحکمت، الله او را تعلیم میده، یاد میده کتاب را، قرآن را، والحکمت و حکمت را یعنی حدیث را، والتورات و تورات را، والانجیل و انجیل را، همه کتاب های آسمانی را یاد میگیرد. و رسولا الی بنی اسرائیل، و همچنین رسول میشه به سوی بنی اسرائیل، رسول به سوی بنی اسرائیل با این موضوع، با این عنوان، انی قد جئتکم، ای بانی، با این عنوان که ای بنی اسرائیل، انی قد جئتکم بآیت،
من پیش شما آیه آوردم. قد جئتکم بآیه، من پیش شما آیه آوردم من ربکم، از جانب رب، یعنی معجزه خدا به من داده. معجزات عیسی علیه السلام هم عجیب بودن. یکی از معجزات عیسی زنده کردن مرده ها بود، شفای برس بود و نابینای مادرزاد بود. این خدمت شما عرض کنم که در هر زمانی الله عزوجل به انبیاء زمان و به انبیاء وقت معجزاتی میده مطابق شرایط اون زمان. مثلا در زمان موسی علیه السلام دور جادوگری بود، لذا به موسی معجزه‌ای داد که جادوگران را شکست داد. در زمان عیسی علیه السلام دور طب و پزشکی بود، اطبایی بودند که هر مریضی را، هر مرض را شفا میدادند بغیر از 3 مرض. کسی که مریضی برس داشت، کسی که کور مادرزاد بود و کسی که میمرد دیگه کسی نمیتونه اون زنده بود. خداوند اونها را به عیسی داد، نشان داد که عیسی طبیب عادی نیست. لذا این معجزه است. الله می فرماید که عیسی با این مضمون می آید، وارد میشه که انی اخلق لکم من الطین، ای مردم من پیدا می کنم، درست می کنم برای شما از طین، که هیئت الطیر، مثل هیئت پرنده، یعنی باگل پرنده می سازم. فانفخ فی، پس در آن کالبد، در آن گل پف می کنم، اصطلاح دم می کنم. فیکون طیرا باذن الله، اون پرنده میشه به اذن الله. لا به اذنی بنویسید، نه به اذن من. گفتم که معجزه به دست کیه؟ الله. جواب نمیدید. معجزه را پیغمبر ظاهر می کند، اما کننده اش الله. معجزه به دست پیغمبر نیست، در اختیار پیغمبر نیست، به دست پیغمبر فقط ظاهر میشه. و ابرئ الاکمه والابرس، و من تندرست میکنم اکمه، کور مادرزاد را، نابینا را، والابرس، و مریضی برس را، و احیی الموتى، و همچنین زنده میکنم مرده ها را، به اذن الله، با اذن الهی. این دو. و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، من خبر میدم، اطلاع میدم به شما آنچه که شما میخورید، آنچه که خوردید از خانه آمدید. و ما تدخرون فی بیوتکم، آنچه که ذخیره میکنید در خانه هایتان. ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین، در این آیه هست، نشانی هست برای شما اگر شما مؤمن باشید. و مصدقا لما بین یدی، الله می فرماید و تصدیق کننده هستم. یک نکته اینجا خدمت شما نگفتم که در این آیات اندماج هم بود. چطور اندماج بود؟ بحث خدا، سخن خدای عزوجل و مریم بود. خدا فرمود به مریم که ای مریم، من همچنین درست میکنم پیغمبری که داره این اوصاف. الان رسیدیم به دعوت عیسی علیه السلام. در واقع اندماج هست، یعنی خداوند وقتی که این را گفت، مریم علیه السلام عیسی را به دنیا آورد، عیسی بزرگ شد. اینا نیستن تو آیه، نه؟ خب اینا بخشای غیر مقصودی آیه خود به خود مفهوم هستند. عیسی متولد شد، پیدا شد، بزرگ شد، نبوت بهش داده شد، الان شروع کرده تبلیغ را. پس بخش مقصودی میاد. الله می فرماید و مصدقا لما بین یدی من التورات، و تصدیق کننده هستم
آن توراتی که بین یدی جلوتر از من هست اون را تصدیق میکنم، مطالب تورات را برای شما بیان میکنم. ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، ای مردم من حلال میکنم برای شما، یا بیان حلت میکنم، حلال بیان میکنم از طرف الله بعضی از آن چیزی که حرم علیکم بر شما حرام قرار گرفتن. و جئتکم بآیت من ربکم، این همه ادعایی که من میکنم این ادعای نسخ بدون دلیل نیست، این که منسوخ میکنم احکام شما را، احکام مشکل شما را. و جئتکم بآیت من ربکم، من پیش شما آمده ام با آیه‌ای، با نشانی از جانب رب، لذا شما چکار کنید؟ فاتقوا الله و اطیعون، از الله بترسید، من عیسی را اطاعت کنید. اصول فوز اول فاتقوا الله، دوم و اطیعون. ان الله ربی و ربکم بنویسی خلاصه دین عیسی. الله می فرماید ان الله ربی و ربکم، بدرستی که الله رب من هست و رب شماست. فاعبدوا، فقط و فقط او را پرستش کنید. هذا صراط مستقیم، این راه راست هست، این صراط مستقیم است. چی؟ فاعبدو، بنویسی پایینش توحید فی العبادت. هذا صراط مستقیم، صراط مستقیم چیه؟ توحید فی العبادت، فقط خدا را پرستش کردن صراط مستقیم است، نه هر کس را به هر در زدن. به هر حال عیسی علیه السلام این تبلیغ را کرد، مردم را ارشاد کرد، اما بنی اسرائیل بیچاره کفر کرد. عیسی علیه السلام هم کفرشون را مشاهده کرد. عیسی یار و یاور خواست. ببین پیغمبر هست، اله نیست، بشر هست، هم نیاز به کمک خدا دارد، هم نیاز به کمک مردم دارد. فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی که احساس کرد عیسی منهم یعنی از یهود الکفر، کفر عیانا علنا، قال من انصاری الی الله، گفت ای مردم چه کسی هست از انصار من، چه کسی انصار من هست؟ ذاهبا الی الله، در حالی که ذاهب الی الله باشد، مرا یاری کند و پیش خدا بره که خدا از او پذیرایی بکند. قال الحواریون نحن انصار الله، حواری ها گفتن ما هم انصار الله، انصار دین خدا ما هستیم. حواریون کی بودن؟ بعضی گفتن حواریون سرداران بودند، بعضی از اشراف بودند، اشراف صالح و نیک. اونها گفتن ما تا جایی که بتونیم با مال و جان از تو حمایت میکنیم. بعضی میگن حواریون فقرایی بودن، شغلشون کفشدوزی بود، کفاشی بود. اینها آمدند و به عیسی علیه السلام به عیسی ایمان آوردند و با عیسی همکاری کردند. بعضی میگویند که حواریون گروهی بودند که حور به معنی سفید، کسانی که لباس میشستن، لباسهای مردم به اصطلاح لباسشو بودند، سر نهرها و آبها جوها و لباسها را سفید میکردن، به این خاطر حواریون میگویند. والله اعلم. خلاصه قرآن حواریون میگه، ما هم حواریون میگه، یک گروهی از صفوه و از مخلصین عیسی بودند. اینها آمدن گفتن نحن انصار الله، ما دین خدا را یاری میرسانیم. آمنا بالله، اعلام ایمان، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون،
بار اله ما ایمان به تو می آوریم، آمنا بالله ما به خدا ایمان می آوریم، واشهد بأننا مسلمون شهادت بده، گواهی بده که ما مسلمانیم، یعنی تسلیمیم فی العقیدة والعمل، در عقیده و عمل هر چی که تو بگی ما تسلیم هستیم. ربنا آمنا بما انزلت، بار اله ما ایمان آوردیم به آنچه که تو نازل کردی، یعنی ایمان به کتاب تو، ایمان به آیات تو، ایمان بالکتاب بنویسید. واتبعنا الرسول، دوم ایمان بالرسول، ما رسول را الف لام اهدی هست، مراد از رسول بنویسید عیسی علیه السلام، ما این پیغمبر را هم تابعداری میکنیم، پیروی میکنیم، لذا از تو خواسته ای داریم. این توسل هست به ایمان و به تبعیت رسول، به خاطر اتباع رسول، به خاطر ایمان به خودت. فاکتبنا مع الشاهدین، ما را بنویس از شاهدان، شاهدین لتوحیدک، ما را بنویس که ما هم شاهد توحید تو هستیم، یعنی شهادت میدیم به لا اله الا الله، به الوهیت تو، به وحدانیت تو شهادت میدیم. تفسیر کبیر نوشته فاکتبنا ای اکتبنا من جملة من شهد لك بالتوحید، ای اکتبنا فی جملته، اکتبنا فی جملة من شهد لك بالتوحید ولانبیائک بالتصدیق. کبیر، خدایا ما را جز اونها بنویس و در لیست اونها بنویس که گواهی میدهند برای شما به توحید و برای انبیاء شما گواهی به چی میدهند؟ به تصدیق. فاکتبنا مع الشاهدین. خداوند میفرماید و مکروا و مکر الله. یهود بدبخت چیکار کردند؟ بعد از اینکه عیسی تبلیغ کرد قبول نکردند، استدلال آورد، معجزه نشان داد، کتاب آورد، مکروا، آنها نیرنگ کردند، تدبیر مخفیانه به کار بردند. مکر میگن چی را؟ تدبیر مخفیانه را، تدبیر مخفیانه به کار بردند. و مکر الله، خداوند هم برای حفظ عیسی علیه السلام تدبیر کرد. این به خاطر جوار این هم تعبیر به مکر شده، حفظ الهی، چون که اون مال اونها چی هست؟ مکر است. و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. خداوند عزوجل بهترین ماکرین هست. مکر اونها چه بود؟ یهودی ها اون زمان تحت سلطه حکومت روم بودند و بدون موافقت حکومت نمیتونستن با عیسی کاری بکنند، لذا بر علیه عیسی علیه السلام پرونده سازی کردند و بهتان و افترا و دروغ خیلی زیاد، تا اینکه حاکمان را قبولاندند که عیسی مجرم هست و باید به دار آویخته بشه. به محض اینکه حکم و دستور صادر شد، یهود خوشحال دوان خودشون را رسانیدند که عیسی را ببرند، به دار بیاویزند. عیسی علیه السلام تازه استحمام کرده بود و قطرات آب هنوز می چکید. جبرائیل امین آمد، فوراً ایدناه بروح القدس، یک معنیش همینه. جبرائیل امین آمد گفت الان زمان آن رسیده که باید تو را ببرم که این مردم میخواهند تو را اعدام بکنند. لذا عیسی علیه السلام را برد به طرف آسمان ها و بدبختی که از همه بیشتر با عیسی علیه السلام دشمنی و عداوت داشت و تشنه خونش بود، اون پیش قدم بود، از همه جلوتر وارد شد، وارد
اون بخشی که عیسی علیه السلام اونجا بود و زندگی میکرد. اونجا وقتی که وارد شد دید عیسی نیست. خداوند عزوجل این چیزی هست که در تفاسیر نوشته و از اشارات آیه هم همینطور معلوم میشه که و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم، اونها در اشتباه واقع شدن. خداوند عزوجل چی کرد؟ این انسان را، این فرد با همون سرعت میخواست بیاد بیرون، چون که عیسی را ندید داشت برای عیسی میگشت، بقیه لشکر دنبالش. این وقتی که برگشت و از خونه آمد بیرون، خداوند شکلش را به شکل عیسی کرد. اونها تا دیدن اینها فوراً گرفتنش، فکر کردن عیسی همینه میخواد فرار کنه، ولی این هرچه دست و پا زد گوش نکردند، هرچه فریاد زد خلاصه این را بردن به دار آویختند، اعدامش کردند. بعد از اینکه عیسی را به دار آویختند، الان مسیحیت چون که اون وقت وحی نبوده که واقعیت را بگن، مسیحیت معتقد است که عیسی علیه السلام اعدام شده، به دار آویخته شده، به صلیب و دار آویزان شده و بعداً خداوند دوباره زندهش کرده و به آسمان ها برده. ولی مسلمانان چون که بعد از عیسی وحی بر رسول الله آمده و واقعیت گفته شده، اعتقادشون درست‌تر هست. الله میفرمه ولکن شبه لهم، اونها در اشتباه افتادن که خب فلانی که دنبال که از همه ما جلوتر بود کجا شد؟ دیدن که دست و پا مثل همون هست ولی بالاتر از سرش و سینهش مثل عیسی علیه السلام هست. اینجا بود که ماندند که آخر قضیه چی شد؟ حل نشد که نشد. لذا عیسی را الله تعالی به آسمان ها برد و مکروا و مکر الله، این هست والله خیر الماکرین. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.